دوستان عزیز سلام خدمت همه عزیزای دل. میخوایم امروز مسابقه نصیر قیصاری را در مقابل حریف افغانستانیش که نصیر جسور بود با هم ببینیم. البته نصیر قیصاری یکی از ورزشکارای مبارزات آزاد فکر کنم از ولایت تخار افغانستان است که با 9 برد و بدون شکست در کارنامه خود ثبت شده و حریفش هم فکر کنم 4 یا 5 بازی کردن، نمیفهم چقدرش برده. ما میخوایم امروز مسابقه نصیر را که در این اواخر حریفش را توانست شکست بده و 9 برد و بدون شکست بر خودش ثبت بکنه. خب داریم اینجا نصیر قیصاری که آماده مسابقه میشه. ماشاءالله وارد قفس شد و حالا حریفش هم آمد، با هم دست دادن و شروع به کار کردن. راند اول است، قسمی که میبینین نصیر قیصاری بسیار خوب داره می جنگه. آفرین. و حالا نصیر قیصاری را به خاک برد. به نظر من یکم عجیب است، عادتاشون افغانستانی است. خب به چی پشتکی زد. داریم نصیر قیصاری گرچه از سنت از حریفش خیلی کوچکتر است. خب راند اول فکر کنم تمام شد. بریم برای راند دوم. راند اول که قسمی که خودتان میدونید هر دو به نظر من مساوی بود، هر دو تایشون. خب فعلا که نصیر قیصاری راند دوم در دست داره، به خاک بردتش. خب راند دو تمام ولی راند سوم شد. راند سوم قسمی که میبینید نصیر قیصاری را به خاک برد و همچنان داره بازی ادامه پیدا میکنه. راند سوم همچنان فکر کنم به نظر من مساویانه میره و اینجاست که بازی رو بر خودش تغییر میده. حالا ببینیم نصیر قیصاری برنده بازی شد. البته من ویدیو کاملش ندارم براتون بندازم. کلا ما با خود نصیر قیصاری چند بار تمرین کردیم و میفهمیم یک از ورزشکارایی هست که خیلی تلاش میکنه برای بردش، برای مسابقهش. واقعا یک از ورزشکارایی است که دور از صفحه مجازی فعالیت میکنه و هیچ کس را هم در صفحه مجازی در کدام جای دیده باشین، در جایی که مثلا فعلا هموطنای ما مشغول است نیستن. و اینجا هم یک از تمریناتش داریم که میت میزنه با یک از دوستایش است فکر کنم. نصیر قیصاری البته از ولایت تخار افغانستان است. بسیار یک بچه با اخلاق است. خب دوستای عزیز، قسمی که دیدین نصیر قیصاری بازیش برنده. واقعا یک از ورزشکارای حرفه‌ای افغانستان است. در وزن 61 کیلوگرم فعالیت میکنه. نصیر قیصاری اگر ویدیوی مرا میبینی همیشه شاد و خرم باش.